سلام عزیزای دلم، خوبید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز از سری ویدیوهای 10 تای برتر میخوایم بریم سراغ یک موضوع جذاب. میخوایم راجع به فیلم‌هایی صحبت کنیم که در مورد یک دختر خوب و یک پسر بد و رابطه‌شون با همدیگه صحبت میکنه. ما توی این لیست 10 تا از بهترین فیلم‌هایی که در مورد یک دختر خوب و یک پسر بد هستن رو براتون لیست کردیم. راستی لیست های هالیوودی توی پلیلیسته که من لینکش رو اینجا میذارم. اگر علاقه‌مند هستید به لیست های سینمای خارجی، لطفاً روی این لینک کلیک کنید و ازش استفاده کنید. بریم با هم دیگه لیست امروز رو ببینیم. شماره 10 کرای بیبی، محصول 1990، کارگردان جان واترز، بازیگران جانی دپ، امی لوکین، ریکی لیک. بالتیمور سال 1954، دوران ظهور راکن رول. وید واکر، معروف به بچه ننه، جوون بزهکاریه که به خاطر اعدام پدر و مادرش همیشه اشک از گونه‌هاش جاریه. اون با آلیسون، دختری که دوستش داره، آشنا میشه، اما بالدوین که رقیب اونه تو درگیری با بچه ننه مقصر شناخته میشه. در نتیجه اون رو به دارالتأدیب میفرستن. بچه ننه یکی از نخستین فیلم‌های جانی دپه که تا پیش از این به عنوان خواننده پاپ شهرت داشت. برای اثبات استعداد کم نظیر اون، این فیلم دلیلی قانع کننده. قطعاً فیلم از اثر قبلی واترز جذاب‌تره. شماره 9 کروئل اینتنشنز، محصول 1999، کارگردان راجر کامبل، بازیگران سارا میشل گلر، رایان فیلیپ، ریس ویترسپرن. سارا میشل گلار یه زنیه که با برادر ناتنی خودش سباستیان شرط میبنده که نمیتونه آنت، دختر ناتنی مدیر، رو به رخت خواب ببره. داستان دروغ، دستکاری و عاشقانه به شیوهی دراماتیک و متنوع با بازی‌های فوق‌العاده و کارگردانی و بازیگری عالی. سه بازیگر اصلی، گلار، فلیپ و ویترسپون، همه فوق‌العاده‌اند. تو نقش‌های مربوطه خودشون و با ارائه بازی‌های پیچیده و سکسی تو یکی از جذاب‌ترین درام‌های دهه 90 عدالت رو انجام میدن. طرح بسیار شخصیت محور که این بازی‌های عالی به اون کمک کرده. این فیلم حاوی روایات بسیار منسجم و پیچیده است. Who told you this? A friend wrote me. شماره 8 درتی دنسینگ، محصول 1987، کارگردان امیل آردولینو، بازیگران پاتریک سویزی، جنیفر گری، سینتیا رودس. فرانسیس بیبی هوسمن، دختر نوجوان 17 ساله‌ایه که تو تابستون 1963 برای گردش و مسافرت به همراه خانواده‌اش به شمال نیویورک میرن. پدرش یه دکتره و از بیبی انتظار داره که به دانشگاه بره و با یه دکتر ازدواج کنه. اما اون با یه مربی رقص به نام جانی آشنا میشه. رقاصه‌ای که با جان میرقصه حامله میشه و از کار باز میمونه. بیبی بدون آگاهی خانواده‌اش آمادگی خودش رو برای رقص اعلام میکنه تا با این کار به اونا کمک کنه. جانی میپذیره. از اون روز جانی مربی رقص بیبی میشه و تمام وقت باش کار میکنه. کم کم بین اونا عشقی به وجود میاد. Somebody who's taught me about the kind of person I want to be. شماره 7 A Walk to Remember، محصول 2002، کارگردان آدام شنکمن، بازیگران شین وست، مندی مور، پیتر کایوتی. لندن کارتر جوان جاه طلبیه که تو شهری کوچیک تو ایالت ویرجینیا به همراه مادرش زندگی میکنه. تو مدرسه قرار میشه برای جشن مدرسه نمایشی رو جمعی از شاگردان اون بازی کنن که از قضا لندن به همراه دختر کشیش اون شهر جیمی سالیوان نقشی رو در مقابل هم دارن و مجبور میشن با یکدیگر به تامین نمایش بپردازن. جیمی دختری نسبتاً مذهبی و پایبند به اخلاقیاته و به همین منظور زیاد مورد توجه لندن قرار نمیگیره. اما رفته رفته رابطه اونا به عشق تبدیل میشه و سرنوشت اونها به هم گره میخوره. You have to promise you won't fall in love with me. That's not a problem. شماره 6 10 Things I Hate About You، محصول 1999، کارگردان گیل جانگر، بازیگران جولیا استایلز، هیث لجر، جوزف گوردون لویت. این فیلم برگرفته شده از یکی از نمایشنامه‌های شکسپیره که به شکل مدرن و در میان دانش آموزان دبیرستانی به اجرا در میاد. یک جوان با اراده و باهوش میخواد از جهان و محیط زیست تو مدرسه و محیط بیرون محافظت کنه. حقیقتا من این فیلم رو دوست دارم. این فیلم یک کلاسیکه، داستان عالی، بازیگرای شگفت‌انگیز و کمدی خنده‌دار.
تو هر دقیقه چیزی برای خندیدن وجود داره و همه عناصر کاملا با هم ترکیب میشن تا یه فیلم با حس خوب رو بسازن، با عمق و طنزی که این روزها زیاد دیده نمیشه. بازیگران درخشان هستن و البته هیث لجر عالیه. Then what did I have an effect on? Other than my upchuck reflex, nothing. شماره 5 داگ فایت محصول 1991. کارگردان نانسی ساووکا. بازیگران ریور فینیکس، لیلی تیلر، الیزابت دیلی. سال 1963 یک شب پیش از اون که ادی و دوستاش به ویتنام برسن، اونا یه بازی کثیفی رو آغاز میکنن. همه اونا به دنبال زنی رفته و هر کدوم که زشترین زن رو پیدا کنه برنده است. ادی زنی تنها به نام روز رو پیدا میکنه. داگ فایت یک فیلم سورپرایز کننده است. خیلی خوبه که بشینید و این فیلم جذاب رو ببینید. البته باید بدونید که لازمه که خیلی دقیق نشید و خیلی چیزا رو فراموش کنید. بازی‌های خوب و البته یک تجربه لذت بخش. شماره 4 گریس محصول 1978. کارگردان رندال کلیسر. بازیگران جان تراولتا، اولیویا نیوتن جان، سوکارت چنینگ. وقتی والدین سندی برای تعطیلات تابستونی از استرالیا به کالیفرنیا میان، سندی نوجوان دانیزوکو رو تو ساحل میبینه و هر دو به هم دل میبازن. والدین سندی تصمیم میگیرن همونجا اقامت کنن و سندی رو تو مدرسه ثبت نام میکنن و تو اونجا وارد گروه خانم‌های صورتی میشه. بعدتر معلوم میشه که دانی سردسته گردن کلفتای مدرسه است. سندی هم با یکی از پسرای ورزشکار مدرسه قرار میذاره. دانی برای به دست آوردن دل سندی مخفیانه تمرین 2 میکنه. You're a fake and a phony and I wish I'd never laid eyes on you. شماره 3 کیت محصول 2008. کارگردان تاد کسلر. بازیگران جسی مککارتنی، الیزابت آرنووا، مارگو هارشمن. قهرمان داستان یه دانش آموز ارشد 17 ساله دبیرستانی ناتالیه که فکر میکنه زندگی حول اون میچرخه. ناتالی در ابتدا از شریک جدید آزمایشگاه کلاس شیمی خودش کیت آزرده خاطر میشه، اما سرانجام بهش علاقمند میشه و متوجه میشه که کیت یه رازی رو پنهان میکنه. این فیلم جذابه، شخصیت‌ها باورپذیرن و فضا هم باورپذیره. بله، خط داستان ممکنه کمی کلیشه‌ای باشه و برای اکثر افراد شناخته شده باشه، اما نحوه روایت اون با سایر فیلم‌هایی که به نظر میرسه هیچ تسلطی به واقعیت ندارن متفاوته و به همین دلیل باعث میشه که اون رو به دردسر بندازن، زیبا کنن و شما رو با اشتیاق برای دوباره دیدن اون تحریک کنن. And you were so amazing. شماره 2 The Spectacular Now محصول 2013. کارگردان جیمز پالمسولت. بازیگران مایلز تیلر، شیلین وودلی، کایل چندلر. ساتر جوونی الکلی و خوشگذرون که با مادرش زندگی میکنه. اون هیچ وقت پدرش رو ندیده و مادرم درباره پدر چیزی بهش نگفته و نمیگه. فکر و ذکر ساتر بودن تو زمان حاله بدون اینکه برنامه‌ریزی برای آینده داشته باشه، تا اینکه با دختری ساده و صمیمی به نام ایمی آشنا میشه. اما زمانی که ساتر با دوست دختر عجیب و غریبش روبرو میشه، فلسفه زندگیش دستخوش تغییراتی میشه. فیلم داستان ملایمش رو بدون سر و صدا، بدون فراز و فرودی اونچنونی و بدون کج و معوج شدن به ساده ترین و روون ترین شکل ممکن چه تو سطح فیلمنامه و چه تو سطح کارگردانی روایت میکنه. شماره 1 The Breakfast Club محصول 1985. کارگردان جان هیوز. بازیگران امیلیو استیوز، پاول گلیسون، آنتونی مایکل هال. داستان فیلم در مورد 5 دانش آموز دبیرستانیه که یک روز به مدت 8 ساعت رو باید تو مدرسه بگذرونن و انشایی رو بنویسن. شاید داستان به صورتی ساده باشه، اما وقتی فیلم رو نگاه میکنیم چیزی بجز داستان میبینیم. چیزی ماورای اونچه در این 1.5 ساعت میبینیم. شاید روزها و سالها با این امر درگیر و دار باشیم و وقت دیدن این فیلم چیزهایی که قبلا تو خودمون حس میکردیم و یا توی دیگران حس میکردیم به زبونی دیگه ببینیمش.
You just stripped to the things that you know. Shopping, nail polish, your father's BMW, and your poor, rich, drunk mother in the Caribbean. خب لیست امروز رو دیدید؟ چند تا از فیلماش رو دیده بودید؟ امیدوارم که ازش لذت برده باشید. لطفاً توی کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک فراموشتون نشه. اگر هم علاقه‌مند هستید به 10 تای برتر در حوزه سینما، لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید اگر تا الان انجامش ندادید. بسیار ممنونتون میشم. روی تصویر دارید 2 تا ویدیوی دیگه می‌بینید از 2 تا از لیست‌های هالیوودی که قبلا براتون آماده کردم. اگر دوست داشتید روشون کلیک کنید و از اونها هم استفاده کنید. تا یک لیست 10 تایی جذاب دیگه، خدا نگهدارتون.